امروز اومدیم چند تا بی منطق ترین چیزای ماینکرافت رو نشون بدیم. بچه ها من یاد اشتباه یه چیزی روی نداشتم. مهم نیست. ببینید میشکن، انویل میشکن، این خاکا میشکن، این هم میشکن، هر دوشون میشکن. انویل که اینقدر سنگین تر از ماه، حالا مگه ما بپریم روش خراب میشه. حالا من دستم خود شاید بگیم مثلا هم خاطر افتادم. اینجا رو ببینید، اینجا رو ببینید، چرا اینطوری نشد حالا؟ میبینید اگه واسش بیفتین نه خراب میشه. بی منطقیه. بعد اینجا رو ببینید، من اگه اینطوری بزنم بعد اگه بشینم که ارتفاعم کمتر میشه بعد بزنم 2 برابر میرم. بی منطقی نیست. حالا آب که بی منطق ترین، گفتم 4 تا دیگه گفته نمیدونم، گفت بی منطق ترین چیزه. حالا 5 تا میگم بهتون. من بعد از بی منطقی هم خوبه، مثلا به دردمون میخوره. حالا 6 تا میگم. حالا میفهم موضوع اینا چیه. حالا من تا اینو گفتم. این وقتی شما اینجا میاین این اوکی، از اینجا که اینطوری است باید یکم بریزه، باز این که انقدر باید یکم بریزه. منطقه بعدی باید کج بریزه مثل مذاب، نه که اینطوری بیاد یه اینجا پر بشه. حداقل حجمشون باید کمتر بشه، نمیشه. نمیشه میشه. این قرار بود چی باشه؟ یادم. خب اینجا دوباره یه بلاک کامل تشکیل میشه. ببینی؟ بعدیش وقتی این دو طرف وقتی اینو میکنی حداقل اینجا باید فقط بره تو. بعد این بلاک بالایی آباش بریزه تو. حالا میگم بعد بی منطقه ماینکرافت خفن میکنه بازی، ولی در صورت داریم بی منطقه هاشو که دیدین. خدا نگهدار.